سلام دوستان من. امروز براتون مالاباویج درست کردم، یه غذای اصیل گیرانی. اگه میخواین غذا رو یاد بگیرید تا آخر این ویدیو با هم باشید. در اول کار مرغاتون رو با کمی نمک و فلفل و زردچوبه کاملا آغشته کنید. تمام زیر رو همه جاشو زردچوبه بزنید، خوب بالا پایین، و بعد کنار بذارید یه نیم ساعت بمونه. خب تو این فاصله که مرغامون استراحت میکنه، ما 2 عدد پیاز میخوایم که به صورت نگینی خرد کنید و با کمی زردچوبه سرخشون کنید. بعد از نیم ساعت مرغاتون رو سرخ کنید. خب ما تو این مرحله چند حبه سیر میخوایم، 5 تا یا 6 حبه سیر که اونا رو رنده کنید و موقعی که پیازمون سرخ شد بهش اضافه کنید. مرغامون که داره سرخ میشه، هر طرف 5 دقیقه بمونه بس، نمیخوام زیاد سرخی، در حد تفت دادن. بعد از اینکه پیازمون سرخ شد، سیر رو بهش اضافه کنیم و 1 دقیقه باش تفت بدیم. بیشتر نذارید که سیرتون میسوزه. بعدش یه قاشق رب آلوچه یا انار و یه قاشق هم رب کدو اضافه کنید و با پیاز تفت بدید. موقعی که عطر رو بیرون زد، اون وقت باید مرغاتون رو بهش اضافه کنید. بعد حدود 4 لیوان آب اضافه کنید و بعد سر تاوه رو بذارید، شعله رو کم کنید که حدود 1 ساعت بپزه. کم کم داره غذامون آماده میشه. بفرمایید. هم با نون هم با برنج فوق العاده است. نوش جانتون.